سلام سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کد نویسا. خوش آمدید بر یک درس دیگری از CSS. در این درس ما میخواستیم با شما نشان دهیم که چطور ما میتونیم CSS را در وبسایت خودمون در کدمون علاوه کنیم. سه طرز استفاده علاوه کردن CSS می باشد که با زبان انگلیسی external، internal و inline. با توجه که معنایش بیرونی، درونی و خطی می باشد. شروع میکنیم. اولین نمودی را که ما میخوایم با شما بیاموزیم این خطی میباشد. اگر ما خواهیم که پاراگراف خود را رنگی نوشته آن را با رنگ سرخ نویسیم، طرز اینلاین چه خیلی میباشد. در درون المنت پاراگراف خود گرفته چیکار میکنیم؟ استیل مینویسیم و برابر میگذاریم تا ناخنک ها را میکشاییم و بعد مینویسیم که کالر برای چه؟ رنگ دادن متن ها. کالر مینویسیم و رد چی رنگ دادنیم؟ رد، بلو، گرین، چی رنگی را که شما میخواهید فقط نیاز است که نامش داخل کنید. طرز رنگ دادن را در درس‌های دیگر مخصوص‌تر نوع‌هاش هم میفهمونید که چی خیلی با شما میتواند علاوه کنید. در این حال ما درسمون دیگر چه برای همون ایره بسیار نگاه نمیکنیم. مگذاریم میبینیم که چقدر که شما میبینید متن ما نوشتش به رنگی سرخ شد و اگر که ما خواهیم که پاراگراف سرلوحه خودمون رو نیز به رنگی سبز کنیم چیکار میکنیم؟ اینلاین علاوه کنی CSS را رفته چیکار میکنیم؟ در المنت H استیل مینویسیم برابر ناخنک و بعد color رنگ گرین میگیم. چقدر که شما ببینید رنگی سرلوحه ما سبز نوشته شده. اگر که ما برگردیم یلو کنیم، زردش کنیم، برمیگردیم میبینیم که زرد شده. هر رنگ دیگری را که شما نیاز دارین چیکار میکنین؟ علاوه میکنین، میرین فقط میبینین دوجه علی شده. و اساسا وقتی که در ویژوال استودیو کد وقتی شما کالر مینویسیم بعد این دو نقطه گذاشتن شما اگر کنترل با پرابل یک جا چیکن در اینجا چی رنگ ها را نامشونه خودش میبره. شما میتونین سین پایان بالا برین و فقط چیکار کنین؟ انتخاب کنین اگر که نام های رنگ ها را شما نمیدونین. و این بود اینلاین طرزی دباوت کردن CSS. میگذاریم به دیم نمودش هیجا و دلیل میکنیم یارا. دیم نمودی دباوت کردن CSS در فایل خمون چی نموده؟ نوعی درونی که گفتیم نوعی درونی چه خیلیه؟ در قسم هد شما چیکار میکنین؟ بنویسین تگی استیل استفاده میبرین. استیل وقتی تگ استیل استفاده میبرین شما نیاز دارین که چیکار کنین؟ ادرسی همه چیز شما میخواین استیل بده نبده. چه خیلی ادرس ما میتیم؟ ادرس ما میتونیم با واسطه ID یا اینکه کلاس یا اینکه نامی الیمنت خطی بتیم. در این حال ما کلاس ID یا را نگاه نمیکنیم و طرز ادرس دادن در درس های دیگر با خوبتر ما بهشون میگذاریم. در این حال ما طرزی دباوت کنیم نگاه کنیم. برای همون ما میخوایم که پاراگراف مون چیکار کنیم؟ رنگش سرخ کنیم. برای همون مینویسیم P و قوس های فیگور نیرم میکشاییم. معناش چه؟ همه پاراگراف را چیکار که رنگ شونه در نیدرم با مینویسیم color در نقطه میمونیم مینویسیم رد و با نقطه ورگل آخر خطمونه چی میکنیم؟ معین میکنیم، محکم میکنیم. وقتی که اینا مینویسیم برمیگردیم چه خیلی که شما میبینیم با رنگ پاراگرافی ما سرخه و اگر که ما خواهیم با سرلوحه‌مون گرفته با رنگ سبز نویسیم چیکار کرده میتونیم؟ در این بالا دباوت میکنیم یا در پایان در بالا فرق نداره. من در بالا خودم دباوت کشم H1 مینویسم و قوس های فیگوری را میکشم. این را من توری کنم. قوس را میکشم و چی مینویسم در اینجا؟ کالر مینویسم و گرین. چقدر که شما میبینید سرلوحه ما را طرزی نوشتش سبز شد، رنگ و علیش دسته خوش رو کار کسه. این نمود نوعی درونی میگم. نوعی پیشینه را که با شما نگاه کردیم اون نوعی چی بود؟ خطی. نامشون ازیاد کنین در کارتون میشه برای که خوب ازیاد کردنش. سیم نوع گفتیم نوعی برنیه. نوعی برنی چه خیلی میباشد؟
باز ما با شما نوع سه یاد میگیریم. ما نیاز داریم که یک چی بکشایم، یک فایل CSS. در اینجا ما چی می‌نویسم، استیل، نام فایل ما استیل میمونه و نقطه CSS. آخری فایل مونه وقتی اگر میخواستیم فایل HTML بسازیم چیکار میکردیم، نام فایل مونه مینویسیم و بعد نقطه HTML مینویسیم. در وقت CSS ساختن ما چیکار میکنیم، نام فایل مونه مینویسیم. من پیشتر میبرم از این اول بنویسم، نام فایل مونه مینویسیم و بعد چیکار میکنیم، در آخرش نقطه CSS مینویسیم. این نشان میده که یعنی این فایلی که ما ساختیم در درونش کدهای CSS نوشته میشود. و وقتی که فایلمون رو ساختیم چقدر شما میبینید در اجازه نچو که CSS در جایشون داده گردم. ما همه کار را که در درونی کرده بودیم همون چیزها را میگیریم در همونجا میکنیم. یا را من کپی میکنم در درون فایل میگذارم چقدر که شما میبینین. و یک چیز فقط ما نیاز داریم که ادرسی همین فایلمون باید در فایل HTML مان بتیم. این ما چه خیلی داده میتونیم اگر در ویژوال استودیو کد شما لینک نویسین خودش اتوماتیکی چیشه هم میبره. وقتی اینتر هم بچخین در اینجا شما نیاز دارین که دو تا اتریبوت استفاده برای ریل برابر استیل شیت و رفش در قسم رف باید چیکار کنین، شما ادرسی همون فایل را که میخواین درانش CSS را بگیرین همون را در اینجا وارد کنین. در این حال ما فایل مونم استیل نقطه CSS برای همون استیل نقطه CSS مینویسیم. وقتی این را مینویسیم برمیگردیم چقدر که شما میبینین در اینجا چی همون رنگ های ما علشتگی آز میریم در اینجا بار دیگه علش میکنیم. این را میمونیم تیل. وقتی میایم چقدر میبینیم شما علش دسته همه چی خوب کار کیسه یه رنگ دیگه انتخاب کنیم. بعد چیکار کنیم، درس با پایان رسیم. چقدر که شما دستین همه چیز کار کیسه. در این درس ما با همراه شما سه نوع اضافه کردن CSS را در فایل خمان یاد گرفتیم که نوعش چی بود، درونی، بیرونی و خطی. امیدوارم که با شما فهمه بود، شما یاد گرفتین این سه نوع دباوت کردنه و با همین درس امروزی را به پایان میرسونیم. تا درس دیگر خدا نگهدار.